خداوند را شکر و سپاس میگوییم که باری دیگر فرصت عطا فرمود تا با برنامه حیات ابدی به منازل شما عزیزان بیایم. دعا میکنم که روح القدس دلهای شما را آماده سازد تا آنچه که از کلام خدا با هم مطالعه میکنیم بر اعماق دلتان بنشیند. برای عده بیشماری از شما عزیزان امروز روز ملاقاتتان با عیسی مسیح خداوند نجات دهنده باشد و برای کسانی که شاگرد عیسی مسیح هستید رشد در ایمانتان. امشب از کلام خدا از رومیان با هم صحبت میکنیم و امیدوارم که آماده باشید. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه‌ای باشه که به احتیاجات شما، به چیزهایی که میخواین و تو زندگیتون دنبالش هستین برای رسیدن و نزدیک شدن به خدای حقیقی، در این برنامه خداوند ما رو قدرت و توان بده و هدایت روح القدس که به جاهای خالی و تشنه بریزه و مثمر ثمر باشه. نگاه بکنیم به آیاتی از کلام مقدس در رومیان آیه 1 و 16 فصل 1 آیه 16. زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی. عزیزان من، کلام خدا پرقدرته. اینجا داره آیه زیبایی کلام خدا میفرماید از انجیل مسیح عار ندارم. میگن عار داشتن یعنی ننگ داشتن، ولی وقتی تو حیات ابدی رو پیدا کردی، وقتی که عیسی مسیح به ما اطمینان داده که وقتی با قلب به اون ایمان میاریم و اون رو خداوند و نجات دهنده خودمون میگیم، بنابراین افتخار میکنیم که انجیل عیسی مسیح، مژده نجات عیسی مسیح، انجیل یعنی خبر خوش رو به شما عزیزان برسونیم. آمین. پس نه تنها عار نداریم بلکه افتخار میکنیم. چرا؟ نه اینکه ماییم که میایم افرادی رو تبدیل و عوض میکنیم. آخه ما کی باشیم که بتونیم این کارو بکنیم؟ خداوند عیسی مسیح که بالای صلیب به خاطر عزیز ایرانی جانش رو داد. پس افتخار ما اینه که این انجیل، این خبر خوش، این کلام خدا به تو میرسه که عیسی مسیح به خاطر تو بالای صلیب مرد، اونو تو قبر گذاشتن و روز سوم رستاخیز کرد. با شنیدن این خبر خوش تو میتونی نیز وارد پادشاهی خدا بشی. بنابراین افتخار میکنیم و این قوت خدا برای همه از عزیزان، این قدرت خدا در ایمان آوردن به اون و شنیدن کلام خوش برای فقط آمریکایی نیست، فقط برای اروپایی نیست، بلکه برای جهانیانه. چرا؟ چون میدانیم در کلام خدا به ما یاد داده شده زیرا خدا آنقدر جهانیان رو محبت نمود که یگانه پسر خودشو داد. جهانیان رو، نه فقط یک مملکت خاصی. اون نقشه پشت سرتون نگاه کنید، پشت سر من نگاه کنید، نقشه گسترده جهانه. همه جهانیان میتونن با ایمان به عیسی مسیح ایمان بیارن. میخوای یهودی باشی، میخوای یونانی باشی، میخوای مسلمان باشی، میخوای زردشتی باشی، میخوای بهایی باشی، همه شما این امکان رو داره که امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید و حیات ابدی رو از اون دریافت کنید و این شادی رو داشته باشید که برای ابد در حضور خداوند خواهید بود. نگاه بکنیم به آیه دیگری از کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 17 که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. خب از این دنباله آیه قبلی می‌فرماید که در آن عدالت خدا مکشوف می شود. چیز بسیار مهمی که ما باید بهش اعتماد داشته باشیم و یقین داشته باشیم اینه که خدا قدوسه و خدای قدوس نمیتونه عزیزان با گناه زیست کنه و چون نمیتونست با گناه زیست کنه، پس اومد یگانه پسر خودش رو فرستاد تا بالای صلیب بره و به خاطر من و تو اون در واقع کفاره گناه رو بپردازه. خب عدالت خدا مکشوف شد. چرا؟ چون وقتی مسیح بالای صلیب رفت،
کفاره گناهان ما را داد، در واقع عدالت خدا با عمل انجام شده عیسی مسیح تداخل کرد و باعث شد که حالا این عدالت بر ما مکشوف بشه. درست؟ پس در واقع ماک جان اینجا یه چیزی رو به یاد من میاره که در کلام مقدس یادآوری میشه که همینجور که با گناه یک آدم ما همه از بهشت بیرون شدیم و نمیتونستیم در حضور خداوند باشیم، در عهد قدیم بودیم و با بخشش از طریق صلیب ما همه میتونیم داخل ملکوت خدا بشیم. آمین. نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خدا، رومیان فصل 1 آیه 18 میفرماید زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. بله ایرانیان عزیز، اینجا کلام خدا داره بهت نشون میده زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود. چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ وقتی که شما به عهد قدیم نگاه میکنید میبینید این همه برکات رو تازه بعد از خروج انسان از باغ عدن بازم این طبیعت زیبا رو در اختیار اون قرار داده بود، علیرغم اینکه با گناه وارد شد، ولی از طریق خلقت خودش، از طریق کهکشانهای خودش، از طریق این گیاهان زیبا، الان که فصل پاییز عزیزان شما برگهای درختانی که داره میریزه نگاه بکنید، هر کدومش یک زیبایی خاصی رو داره که من فکر نکنم هیچ هنرمند و نقاشی بتونه اینو با تمام وجودش حتی تجسم کنه و دوباره نقاشی کنه. اینا رو نشانه از خودش داشت، از اینکه این جهان با یه بینگ بنگ درست نشد، بلکه خالقی داره، صاحبی داره. اون صاحب این جهان خودشون مکشوف کرده، ولی انسان اومده خودش رو نابینا کرده و اینو نمیخواد ببینه، بلکه میبینیم عده‌ای میان به دست خودشون بت میپرستن، میسازن. چگونه؟ همون درختی رو که خدا ساخته از خلقت خدا خودشون مجسمه میسازن و اونو میپرستن. حالا لازم نیست حتما عزیزم بیا یک مجسمه ای رو که خودت با دست خودت ساختی بذاری جلوت بگی این خدای منه. امروز بعضی از عزیزان میدونید که ثروت اونها شده خدای اونها، کار اونها شده خدای اونها، همسر اونها شده خدای اونها. عزیزان من، خدا یک خصوصیت خاصی رو داره که هیچ کس نمیتونه جای اونو بگیره و علیرغم اینکه انسان از باغ عدن رانده شد، ولی این جای خالی مخصوص خداست. حالا اگه از طریق خلقتش تو اونو لمس نکردی و ندیدی، اینجا دنبال آیه فرمود هر بیدینی و ناراستی. امروز عزیزان مد شده به تو میگن حقیقت برای تو حقیقته، برای من چیز دیگه حقیقته، نسبیه. پس این برای تو خوبه، خوش به حالت، برای من این خوبه. نه عزیزان من، عیسی مسیح نگفت من یکی از راه ها هستم. عیسی مسیح فرمود من راه، راستی و حیاتم. تنها راه راست. در لغت انگلیسی چون حرف تعریف THE جلوی کلمه قرار میگیره خیلی راحت خودشو نشون میده. وقتی عیسی مسیح تو کلامش نگاه میکنه میگه دی وی، یعنی تنها راه هستم. نگفت منم یکی از راه هستم، حالا تو از این ور بیا، مارک از این ور میا، حسن آقا از این ور میا، آقا تقی از این ور میا، والا یه جوری همدیگر رو میبینیم. مارک جان یه چیزی که منو خیلی این وسط چیز میکنه نمک ناشناسی انسان هاست. با وجودی که خدا این همه زحمات کشید، این همه دنیا رو آفرید، درست مثل یه بعضی از بچهای قد ناشناس میمونه که مثلا به مادر خودشون به یه سنی که میرسن خیلی خودشون رو قلدر میگیرن و به مادر میگن کاری تو برای ما نکردی، 1 کیلو شیر دادی به ما 1 کیلو شیر نمیریم میخریم بهت میدیم. یعنی تمام چیز رو ندیده گرفتن.
اینجور انسان ها هم که بینگ بنگ و اینا میگن، یعنی تمام این آفرینش، تمام این خلقت، تمام این محبت ها رو ندیده میگیرن، میگن فقط این یه بینگ بنگ بوده. حالا ما بالاتر از اون داریم دنبال میریم. نه تنها اون کار میکنن، میان با ناراستی، نادرستی. عزیزان من، اگر امروز تو فرزند کوچکی رو خدا بهت داده، با تمام وجود میخوای اینو حفاظتش کنی، پوشاک درست بهش بدی، لباس غذای درست بهش بدی، اگر مریض شد دارو به موقع بهش بدی تا این رشد کنه و حرکات که خلافه سعی میکنی اونو آموزش بدی، این بچه در راه های درست بره بالا. مثل حتی درختی تو باغچه‌ت میکاری، نمیذاری هر جور خاص رشد کنه، چون یه بار باد میاد کجش میکنه، تو میری یه چوب میزنی بغلش راستش میذاری، شاید اون لحظه که اون چوب رو گره میزنی به کمر این درخت خوشش نیاد، بگی بابا خفه شدم ها، ولی تو میخوای اون راست بره بالا. حالا ناراستی رو دنیا دوست داره. چرا؟ چون این جهان صاحب شیطان شده، الان حاکمش نه صاحبش، حاکمش شیطان شده. به همین دلیل تو میخوای با گناه راحتتر همزیستی میکنی تا با خدا. هر چیز نادرستی رو میخواد جای درست برای تو قرار بده. نگاه بکنیم به آیه بعدی کلام خدا تا بیشتر در این مورد توضیح بدیم. رومیان فصل 1 آیه 19 میفرماید چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. پس بنابراین عزیزان من، بعضی‌ها ایراد میگیرن که آقا تو که میگی تنها راه، راستی و حیات عیسی مسیحه، اون گوشه دهاتی از گوشه کشور ایران یا افغانستان یا پاکستان که هنوز راجع به مسیح نشنیده، تکلیف اونها چی میشه؟ عزیزان من، خدا اونها رو با آفرینش خودشو بر اونها مکشوف کرده. اگر اونها حتی اونو نمیخوان بپذیرن، خدا خدای ناعادلی نیست که بگه آقا چون تو نشنیدی حالا من میام تو رو مجازات میکنم. برای اونها میگه آقا تو طبیعت منو که دیدی، تو خلقت دست من دیدی، که چرا به جای خلقت دست من اومدی مخلوق رو جایگزینش کردی، آدمی رو به جای اون پرستیدی، اون آدما رو بزرگشون کردی یا مجسمه رو ساختی. نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 20 میفرماید زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. دیگه بسیار واضحه، نه؟ چیزهای نادیده او یعنی قوت و الهیت خودشو اومده توی خلقت خودش بر ما مکشوف کرده. گفتم بهتون شما وقتی تو درخت رو نگاه میکنی، باد داره میاد ولی این رنگ درخت، برگای درخت گاهی یک نقره قشنگی میشه که فکر میکنی این واقعا نقره است اینجا کاشته شده، و تازه باد داره میاد میون این همه برگ ها میبینی یه دونه برگ داره اینطوری تکون میخوره. نه بیشتر به من نشون بده که آخه مگه میتونه این همینطوری بدون صاحب این عملیات رو انجام بده؟ شما عزیزان من وقتی نفس میکشی هیچ وقت فکر کردی داری با دم و بازدمت میتونی خدا رو بشناسی؟ کی در تو این قوت رو قرار داده که تنفس کنی، هوای سالم رو فرو بدی و گاز کربونیکش رو پس بدی؟ به من نشون بده این ساعت مچی دستت رو اگر اعضاشو باز کنی، تیکه تیکه های کوچیکش رو بریزی یه قوطی، حالا 1000 ساعت تکونش بدی، 1,000,000 ساعت شد؟ نه، اینا صاحب داره عزیزان من. این خلقت عظیم بی نهایت که تازه هر چی دانشمندان پیش میرون میبینی یه ستاره دیگه کشف میکنن و تازه اگر دقت کرده باشی اون ستاره‌ای که کشف کردن وقتی با تلسکوپ نگاه کردن با دوربین‌های مخصوص در اعماق اون صلیب عیسی مسیح قرار داره، چطور ما میتونیم خالق رو رد بکنیم؟ بنابراین
خدایی که همه آثار و نشانه هاش رو حتی در خلقتش بر ما مکشوف کرد. نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا، رومیان فصل 1 آیه 21 میفرماید: زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. جالبه، بعضی از عزیزان میگن ما خدا رو میشناسیم. کلام خدا هم یه لغت زیبایی داره، میگه حتی شیطان میدونه که خدا هست اما میلرزه. چرا؟ چون اون فرشته خدا بود. میترسه، حتی میلرزه. میگه حتی مردمان فهمیدن خدای هست، خدا رو شناختن، ولی او را چون خدا تمجید نکردن. چون خدا میدونست و دید که انسانها همش میخوان با تجسم خودشون خدایی بسازن، چون با چشم خودشون هر چی ببینن بهش اعتماد میکنن، بنابراین خودش جسم پوشید، انسان شد و در مقابلش ظاهر شد، بازم ردش کردن. من دیگه نمیدونم خدا باید چه کار بکنه با انسانها، چجوری خودشون مکشوف کنه. میگه و شکر نکردن بلکه در خیالات خود باطل گردیدن. عزیزان، انسان این فهمش آنقدر نیست که بتونه خالق عالم رو درک کنه، چون این عظمت و جلال رو تو نمیتونی با این مغز کوچولو بشناسی. همینجور که یه بچه در رحم مادر هست، هنوز به این دنیا نیامده و خبر نداره که تو این دنیای خارج از رحم مادر چه میگذره، همین جورم ما با این افکار خودمون نمیتونیم فکرهای بزرگتر از اینی که در خارج این دنیای هستی هست که قابل لمس و دیدن ماست رو نمیتونیم هنوز بفهمیم. در نتیجه خداوند ما رو محدود ساخته، حواسمون رو، دیدمون رو محدود ساخته به یک نور خاصی، گوشمون رو محدود ساخته به یک زیر و بم مخصوصی. در نتیجه ما محدودیم، درست مثل اون بچه که در رحم مادر حتی از ما محدود تره و اون فضای فقط رحم مادر رو میشناسه. ما هم فقط با حواس خودمون، لاژیک خودمون میتونیم فقط این دنیایی رو که میتونیم ببینیم بفهمیم. فقط با چشم ایمان و اعتماد به کلام خداست که مردم به روح القدس تشنه شدن، مجذوب شدن و خداوند این رو به اونها چیکار کرد؟ آشکار کرد. آمین. نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 22 و 23 میفرماید: ادعای حکمت میکردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. جالب عزیزان، همطور که گفتیم خدا در طبیعت خودشو مکشوف کرده بر اونها، ولی چون این انسان اومد ادعای حکمت زیادی کرد، اینقدر حکمتش رو فهم کرد بالاست که میتونه خدا رو نادیده بگیره. کلام خدا میگه چون ادعای حکمت کردن احمق گردیدن و جلال خدای غیر فانی را، خدایی که در ازل بود تا ابد خواهد بود، اومدن به صورت انسانی فانی و در بعضی مواقع به صورت بهایم، حشرات تبدیل. آخر تو خدا رو میای به شکل گاو در میاری و یا حشره کوچکی. میدونی چرا؟ چون وقتی این حشره کوچک رو میکنی خدات میذاری جلوت، چون ساخته دست خودته، بنابراین علیرغمی که میشینی جلوش تعظیم میکنی ولی در دلت میدونی این هیچی نیست، چون این ساخته دست خودته. پس دوباره داری به عبارت خودتو بالاتر از اون قرار میدی. به این دلیل دوست داری این خداهای فانی رو بسازی، چون تو احساس برتری بکنی. ولی من اخیراً با یه خانومی صحبت میکردم، میگفتش که من جزو یک گروه هستیم که خیلی تفکر میکنیم راجع به یه چیزی. مثلا این در تفکر میکنیم، مثلا این در میشه روش خیلی تمرکز میکنیم و به اون دعا میکنیم، یا مثلا به یه چراغ، هر کسی به یه چیزی.
نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 24 میفرماید لحاظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خوار سازند. خب اینجا دیگه ذره جای نگرانی پیش اومد که ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی که خدا رو دائم میخوان دور کنن، ردش کنن. حالا خدا گفت که خب من نمیخواید، برید تو شهوات خودتون اسیر شید. میبینیم سر سدوم و گموره چه بلایی اومد. میبینیم در زمان قدیم در کتاب پیدایش میخونید به علت گناهان سرشار انسان رو چقدر طغیان علیه خدا کرد، طوفان نوح برقرار شد. اومد گفت همه رو از بین میبرم. عزیزان من چقدر خدا نیکوست که میدونست بعد از این اتفاقات عظیم هنوز انسان در خطا میخواد پیش بره، ولی اومد پسر یگانه‌شو فرستاد که بالای صلیب 6 ساعت روش از اون برگردونه به خاطر سنگینی بار گناهان من و تو بر پسرش عیسی مسیح. و این کارو کرد تا امروز من و تو بتونیم با ایمان به اون این در باز شده آسمان رو ببینیم و بتونیم اطمینان داشته باشیم که برای ابدیت با خدا خواهیم بود. بله عزیزان، وقتی که خدا رو رد میکنن و خدا اجازه میده اونها تسلیم شهوت‌های خودشون بشن و وقتی که نگاه میکنیم ببینیم چگونه اون خلقتی رو که خدا طرحش رو ریخته بود و ساخته بود و آدم رو وقتی ساخت برای اون همسری عطا کرد، حالا اومدن تسلیم شهوات خودشون شدن. میگن آقا جون خدا تو نفهمیدی که ما نیاز به یک زن داریم، پس حالا مرد میره با مرد، حالا زنم میره با زنه، بنابراین خلقت خدا میشه به جای آدم و حوا میشه آدم و مجتبی و حالا به جای حوا و آدم هم میشه حوا و نرگس. عزیزان این طغیان علیه خداست و کلام خدا به ما آموخته که چنین گناهانی چه مجازات سنگینی رو داره. یعنی انسان میخواد به خدای خالق این همه عظمت کهکشانی، این همه کرات عظیمی که داره در زمان مناسب دور همدیگه میگردن و یک کدومش یک ذره‌ای جابجا نمیشن، به خدا بگه تو نتونستی بفهمی که من به جای مرد باید زن باشم. یعنی تو اشتباه کردی در خلقت. و همینجاست که خدا میگه اجازه میده اینها به این شهوات گناه آلود خودشون دوچار بشن، ولی چه مجازاتی در برش. امروز عزیزان وقتی شما نگاه میکنید در کشورهای افریقایی که این همه بیماری ایدز از اونجا شروع شد، به خاطر همین گناهان است که خدا فرمان داده بود نه. پس خداوند نه تنها دل اونو میشکنی، بلکه جسمن تو خودتو آزار و اذیت و نابود میکنی. در نتیجه وقتی که میخوای از اراده خدا خارج بشی، دیگه میفتی تو دستای شیطون و در دستای شیطون هر ناپاکی هست. یعنی خودتو تسلیم میکنی به ناپاکی ها، یعنی از خدا دور میشی. اجازه نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا در رومیان 1:25 که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. بله عزیزان من، بنابراین حق خدا این بود که انسان اونو بپرسته، انسان عظمت و جلال اونو ببینه، در مقابلش زانو بزنه. اینا اومدن این حق رو تبدیل به ناحق کردن، به دروغ مبدل کردن و عبادت و خدمت نمودن مخلوق را به عوض خالق. حالا مخلوق بعضیا اومدن ستاره ها رو پرستیدن، فرق نمیکنه. هر چیزی رو که تو بپرستی که خلقت خدا باشه داری به خدا توهین میکنی.
و خدا رو جایگزین میکنی با یه چیز کوچولو و ناقابلی که اصلا نمیتونی مقایسهش کنی با خالق متعال. یعنی خلقت رو ما میگیم خدای شکرت، خورشید رو آفریدی، ماه رو آفریدی، این همه زیبایی رو در این طبیعت آفریدی، ولی پرستش فقط مخصوص خدا. امین. نگاه بکنیم به رومیان 1:26. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. امروز عزیزان دنیا را که مینگرید داره به سوی نابودی پیش میره. چرا؟ چون نه تنها شیطان حکم فرماست و داره افراد رو میکشه به سوی دوری از خدا، بلکه میبینیم اینجا اون خباثت هوس‌های نفسانی که خدا باعث شده این افراد تسلیم اون بشن، میبینیم زنان با زنان عمل نامشروع انجام میده، مردان با مردان، و بچه افتخاری امروز میان میگن اجازه بدید ما ازدواج دو مرد رو اعلام کنیم و رسمیت بشناسیم. چه ننگی است که وقتی شما میای یک چنین عملی رو انجام میدی در حالی که خدا گفته بود که آدم و حوا یک مرد و میخوای یک جامعه زن. هم تو رو تثبیت کنه، یعنی بگه ما تو رو قبول داریم، یعنی نه تنها کار اشتباه بکنی بلکه یه عده هم بیان امضا کنن که شما این کار رو درست انجام دادی. خب حالا میخوای با این اتفاقات منتظر خشم خدا نباشی؟ ولی امروز خدا حتی این فرصت رو به این افراد داده که بیان در حضور عیسی مسیح زانو بزنن و بگن خداوندا مرا ببخش، من اشتباه کردم، قلبمو به تو میسپارم، روح تو در من بذار، روح تو خداست قادر در منو از این اعمال جدا سازه و با تو رابطه نزدیک داشته باشم. نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 27. و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. وقتی این آیه رو میخونی میگی مگه همچین چیزی هم ممکنه؟ هست. امروز بسیاری عزیزان از اون کشورهایی رو که فکر میکنن دارن با روحانیت پیش میرن، به کشور خودتون نگاه بکنید ببینید که تعداد این افراد چقدرن. منتها در بعضی از کشورها اینو اعلام میکنن، در بعضی کشورها مخفی انجام میشه. فرقش چیه؟ این گناه رو تو نمیتونی از دیدگاه خدا مخفی کنی. عزیزان من، عمل گناهه، میخواد در گوشه کبیری از ایران انجام بشه، میخواد در اروپا انجام بشه، میخواد در امریکا انجام بشه، و با کشتار اینها کاری پیش نمیره. اینا باید تعلیم ببینن، اینا باید دوره‌هایی ببینن، بهشون درس بدن، نه اینی که بکشنشون. با کشتن اینا چیزی پیش نمیره. اجازه بدید امروز اون روزی باشه که هر کس به این اعمال گناه آلوده هست، روح خدا اونو لمس کنه، اونو قانع کنه، الان در خلوت خودش روی زانوهاش بیاد و بگه خداوندا منو ببخش، من علیه تو طغیان کردم. آمین. بیارید وقتی که داوود در کلام خدا میگه مردی که دلش دنبال دل خدا بود ولی با یک لحظه اشتباه به گناه آلوده شد، بعد از این زانو زد و گفت خداوندا مرا شستشو ده. امروز عزیزان من، خداوند عیسی مسیح آماده است تو رو شستشو بده. سر خودتو کلاه نذار بگو من مریضم، من بیمارم. خدا رو شکر برای حکمتی که به دکتران دادن، اگر ضعفی داری میتونی از اونا کمک بگیری، ولی بذار این مشکل روحانی تو حل بشه. بذار روح القدس بیاد
حاکم زندگی تو بشه آمین. و به جایی که به سوی اعمال نامشروع بری، به سوی خالق پر از فیض و رحمت بری آمین. و صدای نوازشگر اون تو رو آرامش بده و به تو قدرت آمین. بده که تو قادری به گناه بگی نه. با کارهای انسانی هرگز نمیتونی، با افکار خودت هرگز نمیتونی، با خوندن کتابهای این شخص و اون شخص نمیتونی، اما با ایمان به عیسی مسیح روح خدا در تو قادر تو رو زندگی تو عوض کنه. آمین. اجازه نگاه بکنیم به آیه بعدی کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 28 میفرماید و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. ببینید عزیزان، وقتی شما نگاه میکنید به عهد قدیم، وقتی که خدا به موسی گفت برو و به فرعون بگو قوم منو رها کنه تا ما بریم، هی فرعون سرسختی کرد. خداوند به موسی گفت دوباره برو این معجزه رو بکن، باز فرعون سرسختی کرد. دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم. عزیزان من، خدا به تو فرصت میده، ولی فکر نکن که اونجا فقط نشسته بگه اوکی عزیزم من اینجا نشستم تو رو تماشا میکنم، برو یه بار، برو 2 بار، برو 3 بار، برو 4 بار، برو 5 بار، برو 100 بار، برو 1000 بار. بابا میگه بس دیگه، من به تو فرصت دادم، از این فرصتی که بهت دادم استفاده کن. کلام خدا میگه امروز روز نجات است، اونو به فردا میفکن. کار شیطان اینو میاد میگه بابا حالا امروز هم بذار این یه ذره این کارم بکنیم، خدا نمیبینه فعلا یا میبخشه. میدونی خدا حالا 60% 40% هم قبول میکنه، حالا لازم نیست که من 100% گناه نکنم. فریب نخور عزیزان من. نگاه بکنیم به آیه بعدی کلام خدا، رومیان فصل 1 آیه 29 میفرماید مملو از هر ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی. وقتی انسان با گناه سازش میکنه عزیزان، هی گناه روی گناه میاد. وقتی دیوار کجی رو تو میسازی، آجر رو بعدی هم کجه، آجر رو بعدی هم روش میاد کج بنا میشه، چون با ناراستی تو نمیتونی راستی رو بنا کنی. اجازه بدید که اینجا کلام خدا میگه مملو از هر نوع ناراستی و شرارت. طمع شرارت، البته خباثت شرارت، البته حسادت، البته. چقدر امروز افرادی هستن که خودشون دارن در حسادت میسوزن. ببین به جای اینکه اون چیزی رو که مایلی داشته باشی بری به حضور خداوند و ازش بطلبی، خداوند اگر اراده توست منم دریافت کنم، دائم به دیگری حسد می‌ورزی. سر کار، سر شغل، سر همسر، سر نمیدونم هر چیزی. و حسادت همینجا تموم نمیشه. عزیزان برید ببینید داستان‌های تاریخی رو، این حسادت‌ها به کجا میکشه. قتل، طرف میاد به خاطر حسادت قاتل میشه، پس یکی میشه بعد از دیگری، هی دروغ دیگری، یعنی چرخه منفی هی میفته پایین‌تر، دوری از خدا بیشتر و جدال و مکر و بدخویی. تو امروز اگر حیله‌گری، فردا این حیلت کار نمیکنه، دنبال میگردی حیله دیگری رو به کار ببری. بدخویی، کجخلقی و و و و و عزیزان تو حساب کن اگر توی باقی این درختان حسد، قتل، جدال، بدخویی و غیره رو بکاری، وقتی وارد اون باغ میشی چه بوی گندی میاد. ولی به جای اینها با هدایت روح خدا میتوانی گلهای سرخ باغ شارون رو بکاری تا بوی عطر عیسی مسیح رو بده. نگاه بکنیم با آیه بعدی از کلام خدا، رومیان فصل 1 آیات 30 و 31.
غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بیفهم و بیوفا و بی‌الفت و بیرحم. واو. غیبت کنندگان عزیزان، سخنچینان، ببینید چه فجایعی به بار میاره. وقتی خدا رو نشناسی طبیعی است دنبال این کارا هستی و دنبال این آیه میگه اینا و دشمنان خدا. چرا؟ چون خدا خدای قدوسه. وقتی تو بر علیه اون کاری رو میکنی که اراده اون نیست، پس داری دشمنی با او انجام میدی. اهانت کنندگان، دائم به خدا، به مخلوقین خدا توهین بکنه. متکبران، اوه من این لغت رو وحشت دارم، چون شیطان فقط به خاطر تکبر و غرورش از حضور خدا افتاد. و کلام خدا میگه خدا به شدت با متکبرین و دروغگویان مخالفت می‌ورزد. واو. اگر خدا با انسان مخالفت کنه وای به حال ما. لاف زنان، چقدر افراد رو میبینی عزیزان من که اینقدر غلو میکنن در اون چه که هستن، خودشون رو بالاتر میدونن. مبدعان شر یعنی خلقت کنندگان شر، هر راهی میره دنبال اینه که یه شری رو ابداع کنه. امروز یادش رفته شب میخوابه، فردا میگه کمکم کن آقا شیطان، اینا نگرفت فردا چجوری مشکل درست کنم. نامطیعان والدین. عزیزان من برید امروز ببینید تو این دنیا، تو دنیایی که شرارت کار میکنه، بچه های کوچولوی اینقدی ها به سنای پایین میبینی چگونه علیه والدینشون طغیان میکنه. هرچی پدر مادر میگه نه، بله نه. بیفهم و بیوفا. انسان اگر عزیزان من با خدا راه نره مفت نمیارزه و اینجا میگه بیوفا میشه. اگر تو به خدا بیوفا بشی مطمئن باش به مخلوق خدا هم بیوفا خواهی شد. بی الفت و بی رحم، بر هیچی رحم نمیکنه، چون غیر از خودش هیچی رو نمیخواد بالاتر بدونه. غرور. من از همه بالاترم، من از همه بهترم، من از همه پرشعورترم. هرچی درخت بارش بیش، شاخه‌هاش بیشتر پایین میفته، فروتن‌تر میشه، افتاده تر میشه، متین‌تر میشه، ملایم‌تر میشه، آرامشش بیشتر. ولی هر چی که بار کم بده، یعنی ثمره نداشته باشه، ای بالا بالا. نگاه بکنید با آیه بعدی از کلام خدا، رومیان فصل 1 آیه 32 میفرماید زیرا هرچند انصاف خدا را می‌دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می‌کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می‌دارند. جالبه نه؟ با وجودی که خدا رو دنبال نمی‌کنن ولی میدونن خدا منصفه و میدونن که این کارها درست نیست. نه؟ بله. پس نه تنها خودشون متوقف نمیشن، خودشون ادامه میدن، بلکه دیگرانی هم که کار میکنن تشویقشون میکنن. تشویق به نادرستی، تشویق به دروغگویی. حالا یه دروغ مصلحت آمیز بگیم، چه اشکال داره؟ امروز عزیزان من کسانی رو میشناسم که لذت میبرن از اینکه تو رو تشویق کنن به کار نادرست. آقا چرا اینجوری کردی؟ خب اینجوری میگفتی درست میشد. یعنی چی درست میشد؟ تو چرا میخوای با ناراستی یک نفر رو به هدف برسی، هلاکت بندازی؟ نصیحت‌های اشتباه کردن، برو این کارو بکن، اون کارو بکن. در ظاهر دوست نشون میدی ولی در باطن مردم رو به راههای اشتباه میندازی. اجازه بده عزیزان من امشب این ساعت، این لحظه باشه که دل ما با دل خدا یکسان بشه، پیوند بخوره. محبت. اون قادره. دست‌های عیسی مسیح بالای صلیب باز بود، نه؟ امروز عیسی مسیح منتظره که تو در آغوش اون بیای.
آمین. مهم نیست که تا الان چه کردی، مهم اینه که از این به بعد میخوای چه رابطه‌ای داشته باشی. دیر نیست. کلام خدا میگه هر که با زبان خود اعتراف و با قلب خود ایمان آورد آمین. که عیسی مسیح یگانه پسر خدا جسم پوشید انسان شد، در میان ما ساکن شد و به خاطر گناهان ما بالای صلیب جان سپرد، مرده شد ولی روز سوم زنده شد. آمین. این کفاره گناهان تو رو خواهد داد. آمین. و اگر این احساس رو توسط روح خدا امشب داری، بدان بی‌اعتنا نباش. آمین. بذار با هم دیگه دعا بکنیم و در تنهای خودت الان در یک گوشه زانو بزن. زانو در مقابل خداوند میزنی، در مقابل عظمت اون میزنی و بهش هم پیمان میشی که اشتباه کردم. عزیزان، بزرگترین مشکل انسان اینه که نمیخواد قبول کنه اشتباه کرده، ولی الان روح خدا تو رو قانع کرده، بذار با هم چنین دعا بکنیم. ای پدر من که در آسمانی، ایمان دارم که گناهکارم و با کارهای خودم هرگز به تو نمیرسم. در این لحظه از تمامی گناهان خود توبه کرده و به سوی تو بازگشت می‌نمایم. ایمان دارم که عیسی مسیح یگانه پسر خدا جسم پوشیده انسان شد، در میان ما ساکن شد و به خاطر گناهان ما بالای صلیب جان سپرد. اون مرده شد و رو در قبر گذاشتن ولی روز سوم از مردگان رستاخیز کرد و الان نزد تو برای من شفاعت میکنه. من نیز در قلب خود را گشوده و تو را ای عیسی مسیح به عنوان تنها خداوند و نجات دهندم به قلبم دعوت میکنم. ای روح القدس، ای روح خدا، مرا سیراب ساز تا شاگرد واقعی عیسی مسیح باشم. به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، آمین. عزیزان، اگر این گونه دعا کردید یا در خلوت خودتون دعا میکنید، یقین بدانید که طبق کلام خدا نام شما در دفتر حیات ابدی خدا ثبت شده. گام بعدی اینی که با او وقت بذارید. بهترین لحظات روز تو با خداوند در دعا بگذار، کلام مقدس رو بخون و اگر گونه دعا کردی یا در خلوت خودت دعا کردی، خواهش میکنم با شماره تلفن‌های پایین صفحه یا ایمیل mark@hayatabadi.org با ما تماس بگیرید تا ما نیز در شادی نجات شما شریک باشیم و شما عزیزان در دعاهای خود داشته باشیم. تا برنامه بعدی، فیض خدا، محبت خداوند و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.